در ادامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نیروهای امنیتی در غزنی یک تن را در رابطه با قاچاق یک محموله 15 کیلویی تریاک بازداشت کردند. به گفته مسئولان، این مواد که با استفاده از یک موتر نو آلتو از کابل به قندهار انتقال داده میشد، توسط منسوبین توله شاهراه قماندانی امنیتی غزنی در ساحه کوتل روضه از مربوطات مرکز این ولایت کشف و ضبط شده است. د غزنی ولایت امنیه قماندانۍ د لویو لارو ساتونکو مجاهدینو د خپلو هڅو په دوام یو ځل بیا نن یو تن له 1500 کیلوګرامو مواد مخدرو په اصطلاح باندې تریاکو سره د روضې کوتل په چک پاین لاس په لاس تړلی و. موټره چې په خورا تکتیک سره جای په جای سوي وو چې له کابل ولایته کندهار ولایت انتقالېدل ونیول شول. مجاهدین امنیتی با تاکید بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر از شهروندان می‌خواهند تا در راستای تأمین امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با نیروهای امنیتی همکاری بیشتر نمایند. ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که این مواد و این مشکلات را کسی که در ولایت ما در دیگه ولایت انتقال میده که یا تیر کنه چه امکانم نداره. ما شب روز در خدمت ملت خود هستیم ان شاء الله. شاهراه کابل قندهار یکی از مسیرهای انتقال این مواد است که نیروهای امنیتی به گونه دوامدار در آن عملیات‌های کشفی و کنترلی را انجام می‌دهند تا جلوی قاچاق و انتقال مواد مخدر گرفته شود.